سلام بینندگان عزیز، حرمگل قادر خبرنگار نشریه جمهوریت و خبرنگار سابق آزادی از جمله خبرنگاران است که همیشه نامش ورد زبان ها بود. با مقاله هایی که در نشریه ها نشر میکرد و هم با پست هایی که در شبکه‌های اجتماعی میگذاشت. ولی چند مدت اخیر حرمگل ظاهرا مهر خاموشی به لب زده است. معلوم شد که او چند است خارج از تاجیکستان قرار دارد. حرمگل قادر حالا از طریق اسکایپ در صحبت ما قرار دارد. حرمگل خوش آمدید به این صحبت. تشکر. سلام اکای مرزا، سلام شنوندگان رادیو آزادی و مخلصان سامانه رادیو آزادی. خب حرمگل، اول از همه بپرسیم که سبب این مسافرت یک اندازه طولانی شما چی بود؟ تشکر. این سوالی است که هر روز توسط ایمیل و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک دوستان از ما میپرسم. هنگام ما سر و صدای آن است که گویا ما از وطن فرار کردیم. برای همین قصد کردم که دوباره برگردم به تاجیکستان و بعداً باز به خاطر انجام دادن طبابت دوباره خارج شوم. خب این سفر بعد یک مدت کشاکش شما بود و تا جای شنیدیم شما را یک مدت در رابطه با پرونده اشوب عبدالحلیم نظرزاده بازجویی هم کردن در دوشنبه. برای منم غیر انتظار بود و خیلی نگران کننده که چرا با عبدالحلیم نظرزاده. و خوب که این جریان تفتیشات مخفی است. من از جریان تفتیشات چیزی گفتن نمیتونم. وقت فرصتش که رسید اون جانبه خودشون میتونم به اطلاع گذارم. ولی برای یک ژورنالیست، برای جامعه تاجیکستان این رو باید بدونن و تجربه کنن ژورنالیستان ما که هرچه هست به سر اونها باید بیاید اونها انتظار باشن. از آن جمله ما که یک زن هم بودیم، حتی خبرنگار یک رسانه دولتی که ما قبلا در رسانه های خصوصی بودیم. و خوب سوالی اولین من همین بود که پس از حاجی حلیم که باشد ما با این چی ربط داریم و اونا برای خودشان دلیل یافتن که مثلا در رابطه با آقای کبیری. و خوب اگر آقای کبیری بود یا حاجی حلیم بود اونا قصد تبادلات هم داشتن، من که با آقای کبیری اگر سلام علیکم بودم، پس من چی ربط دارم به این تبادلات و به این اتحادیه های جنایتی؟ چون که اونها میخواستن توسط من این کار را عمل کنن. و خوب بله این رد و بدل های ما بود که ما از اول با هم دیگر زبان یک نیافتیم، چون اونها دلیل خودشون نداشتن، ما هم دلیل خودمون. و متاسفانه با همین یک دعوت ما و با همون قدم رنج نمودن ما به اصلاح به پروکراتورای حربی این کشمکش و این تفتیشات شروع شد. چند مدت دوام کرد؟ من نمیدونم. از همون روزی که سودی عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را همچون اکستریمیست افراطگرا اعلام کرد، از همون روز. و خود شما فکر میکنه که سبب همین چی میگن با یک کشمکش کشیده شدن شما همون آوازه ها درباره گویا رابطتون با محیدین کبیری بود؟ و خوب بله گویا که ما هم یکی از همسران آقای کبیری باشیم. و البته مسئله خیلی نازک است مطرح کردنش، خصوصا با یک زنی با یک دختر تاجیک. اما تا جای شنیدیم شما رو تشخیص ویژه هم کردن در چارچوب این پرونده و این بازجویی ها، درست است؟ میشه بدید از شما سوال کنم که شما کی و چطور آگاه شدید، خبر یافتید؟ خب از سر و صدای مردم، از نفرایی که آگاهی دارن از این جریان قضیه. البته جریان تشخیص رو حق ندارم بگویم، ولی من اثبات کردم که به سند گرفتیم که به خطری دولت ویران نشده است، اما با کیرت هستیم. خب و بعد این قدر کشاکش آیا می توانید پرده از روی این سر نهایت بردارید و بگویید که آیا واقعا بین شما و کبیری چیزی بود؟ من هم اسرار ما همون سلام علیک بود، همون صمیمیت بود، همون یک محبتی نمیدونم، یک محبتی بی جواب اگر نامش مانم باشد همون بود تمام. خب و در جریان این مسافرت کبیری یا نفران او را دیدید؟ نه، من یگان نفر رو ندیدم، چون من در یک شهرم طولانی نبودم. و شما در نشریه رسمی حکومت تاجیکستان جمهوریت کار میکنید و حتی سر و صداهای هم بود که گویا که مقاله ضد کبیری در جمهوریت را حرمگل می نویسد. می توانید این را شرح بدهید؟ هر یک روزنامه سیاست خودش رو دارد. مثلا من در نگاه هم کار میکردم، مقاله های بیرونی ضد کبیری و یا مثلا انتقاد دیگر نفران می آمد، ولی اون مال من نبود. در جمهوریت هم همین خیلی. حالا میگوید که بعد دوشنبه برمیگردید، اما با کار ژورنالیستیتون ادامه خواهید داد؟
و نمیدونم اگر برگردم ممکن که برای یک مدتی کوتاه برمیگردم، ولی با نظر داشتم که معاشی که امروز من در جمهوریت میگیرم برای زندگی کفایت نیست. ممکن که یگان کاری خوبتر یا حتی احتمال که از بر ژورنالیستی گذرم. همین نیت هم هست، چون دیگر آخر راه ما همین است، نقطه هست به ما. خب و چه سابقه عمده برداشته از این همه ماجرایی که به سرتون اومد در رابطه با اوشوبی نظرزاده و پرونده کبیری؟ خیلی سبقی دارد. برای همین من میخواهم که همه وقت ژورنالیستان نام بانو احتیاطکار باشند. حتی ما میتوانم زندگی شخصی ما پرونده جنایی شود. با یک محیط دعوت میشوی و تو با یک طرز صحبت به صورت میگیرد و اونم به حیات شخصی شما، یعنی که مسئله میبخشید بین پای یک مرد و یک زن، این خیلی ننگاور است. این خیلی برای یک زن شکست کننده است. این شکنجه معنوی کننده است که نمیتوانی حیات شخصی خودت را که مثلا سرقانون کفالت را میکرد برای خودت حق انسانی خودت حمایت کرده بتونی. بله، تشکر زیاد. هرمگل قادر بود، خبرنگار نشریه جمهوریت، در صحبت رادیوی آزادی. هرمگل چند ماه آخر به دلیل بعض جزئیات حیات شخصیش مورد بازجویی مقامات در تاجیکستان قرار گرفته بود.